مامان. بازم باید تمیز دست در بیاد دیگه. اون که به تمیز بودن کاری نداره، فقط میخواد چراغش روشن شه. سلام بابا. وای ترسیدم. سلام. سلام بابا. ببین مامان برای بابا چی درست کرده؟ زود اومدی. خوشم تو. چطوری بابا؟ خوبی؟ خوبم مرسی. تو ماشین تصادف کردی؟ چی؟ میگم آبان دست نزن. من که کاری ندارم. میگم تو با ماشین تصادف کرده بودی؟ چطور مگه؟ جواب سوال منو بده. آره چند وقت پیش زدم پشت ماشینی. خب چرا من چی نگفتی؟ نمیدونم همینجوری. یعنی چی همینجوری؟ به خاطر اینکه ماشینم خسارتی ندید که بخوام بگم. کجا تصادف کردی؟ توی کسانی بزرگراه. بابا مامانی تقصیری نداشت. من خودم تو ماشین نشسته بودم. مامان اصلا تو نمیرفت. اون آقای با اینکه ماشینش داغون شده بود ولی به من گفت مامانی تقصیری نداره. منم بودم. ماشینی کی داغون شده بود بابا؟ ماشینم که مامان زد بهش دیگه. شانس آوردیم یارو با مامان آشنا در اومد. چه آشنایی؟ همسایه قبلی مامانم اینا بود. نگران نباش، هیچ خسارتی نخواست. یعنی چی هیچ خسارتی نخواست؟ گفت شما تقصیری ندارید. من خودم غلط کرد گفت شما هیچ تقصیری نداری. چی شده بابا؟ معلوم اینجا چه خبره؟ بچه بیا بریم تو اتاقت. بلند شو. چند روز پیش تصادف کردی. زدی ماشینی طرف در رو داغون کردی، اون وقت یک کلمه حرف به من نزدی. آدرسشو بده ببینم. آدرسی ندارم ازم. مگه نمیگی همسایه مامان تیناست؟ چه اینطوری داری صحبت میکنی؟ همسایه قدیم مامانم اینا بوده. تلفن چی؟ اونم نداری؟ نه تلفن ندارم. من همون موقع بهش گفتم آقا صبر کن پلیس بیاد کروکی بکشه، ماشین منم بیمه داره. گفت نمیخوام خانم، یه تعمیرگاه آشنا دارم خودم برمیدارم میرم ماشین رو نشونش میدم. همین. بله همین. هیچ تصدیقی، گواهینامه‌ای، آدرسی، تلفنی هیچی ازش نگرفتی. آشناتونم نیست. با تو هم شهلا. من حوصله تحمل این رفتار تو ندارم ها. بچه‌ها بلند شید بیا تو اتاق ببینم.